چون بحث خوانندگی هم شد، حالا به اون بحثم میرسیم کم کم، اما مدتی بود تو شوک آلبوم آقای گلزار بودیم که اومد بیرون. من همیشه با خودم گفتم، اتفاقا چند وقت پیش پدرش رو دیدم، گفتم من بهت تبریک میگم و همچنین به پسرت که یه رکورددار بود برای موفقیتش و حضورش در عرصه سینما که خیلی خوش درخشید و همیشه جز سوپر استارهای تاپ بود و امشب در جمع ما حضور داره محمد رضا گلزار. حالا کم کم شاهکارا رو میکنیم، شما به من فرصت بدین. بعد از آقای گلزار یادم محمد رضا فروتن هم خونده و اگر همینجوری پیش بره خواننده بعدی محمد رضا معصوم نژاد رام اونم میخونه. تو چه بی‌تابم من، امید بربادم من، یه دنیا فریادم من، تو رو که میبینم. اگر اون یگانه است من سگانم و تا سیگانه سوز جا داره کار بکنیم. همین محسن یگانه یادتونه یه روزگاری بود با محسن چاوشی با هم میخوندن، بعد از هم جدا شدن. مثل اندی و کروس با هم میخوندن، بعد از هم جدا شدن. ای دختر صحرا. غلط کردم. بیا به غلط کردنم راضی نمیشم. عزیزان لجباز الان از آبدارخونه تذکر دادن، خودت رعایت کن.